چی شده پسرم؟ هیچی، چیزی نشده. Dayan dedin bu da geçer dedim yapma içimde yangınlar. مگه من اتاقتو تازه مرتب نکردم لباس تو پرت میکنی رو زمین؟ نه از دستم افتاد، ببخشید. برو خیالت راحت. Dayan dedin bu da geçer dedim yapma içim. مامان چیه؟ دارم لباس عوض میکنم. بده قبلی رو بندازم لباسشویی. باشه برو، من خودم میندازم. برو. عجبا. Dayan dedin bu da geçer dedim yapma içimde yangınlar var. bilmiyorum که نه پخییسن. من دارم میرم بیرون 5 دقیقه دیگه زیر برنج خاموش کنی. باشه مامان باشه. باشه برو بشین تو آشپزخونه. بابا حالا اگه یه دقیقه گذاشتید ما تو خودمون باشیم. Dayan de بابا چیکار داری میکنه؟ کجا میای؟ اون چی بود یه دونه وام اینا گفتی بهم؟ الان آخه تو دستشویی وقت این سوال هست؟ شلوار تو چرا در نیاوردی؟ آقا میخوام تنها باشم. چی این پخ یه دقیقه نباخه. بگو اون چی بود؟ گفتم با اسکیوام هر چی میخوای الان بخر، 4 قسطی پرداخت کن بعدا. خب بیا اینو بخر. بابا ولم کنید دیگه.